کمیته خلسنگی نروژ، یک سازمان حامی حقوق انسان، روز 30 اکتبر سال 2023 در یک اظهارات از مقامات تاجیکستان خواست تا مکان بود و باش اسلدین شریپوف ساکن نویه 8 و برادر رهبر کانال اپوزیسیونی پیام تیوی شفقت محمد را اعلام کند. اسلدین شریپوف سال 2016 در روسیه به سر می برد و در ساختمان کار می کرد. روز 1 اکتبر سال جاری بعد بیش از یک سال در روسیه در بازداشت به سر بردنش به مقامات تاجیکستان سپرده شد، ولی خویشاوندانش با گذشت یک ماه تا حال نتوانستند در تاجیکستان در کدام بازداشتگاه و در دست کدام نهاد قرار داشتن او را معین کنند. بیرت لیدمن دبیر کل کمیته خلسنگی نروژ در رابطه به این قضیه گفت مقامات تاجیکستان باید مکان بود و باش اسلدین شریپوف را اعلام کرده بفهمونند که چرا خویشاوندانش از روز استرداد او از روسیه در بارش چیزی نمیدونند. اگر مقامات شریپوف را حبس کرده باشند باید او را آزاد کنند و یا عیبنامه با دلیل به ضد او اعلام کنند. کمیته خلسنگی نروژ در اظهاراتش همچنین مجبورن از روسیه آوردن و سپس غیب زدن اسلدین شریپوف را همچون تعقیب نزدیکان دیگر اندیشان و مخالفین از سوی مقامات تاجیکستان نامیده است. اسلدین شریپوف برادر شفقت محمد سردبیر کانال اپوزیسیونی پیام تیوی است که در اروپا عمل میکند و در برنامه‌هایش سیاست حکومت تاجیکستان و وضع حقوق انسان در این کشور را به باد انتقاد میکشد. اسلدین شریپوف از جانب مقامات تاجیکستان بر اساس ماده 307 با اتهام تشکیل فعالیت سازمان افراطی ممنوع تحت جستجو گذاشته شده بود. به ادعای مقامات گویا اسلدین شریپوف در صفحه‌اش در فیسبوک عقیده و غایه‌های سازمان‌های ممنوع اپوزیسیونی را تبلیغ کرده است. دوشنبه از ماده 307 برای تعقیب مخالفین سیاسیش فراوان استفاده میبرد. به اسلدین شریپوف بر اساس این بند قانون تا 5 سال زندان تهدید میکند. اسلدین شریپوف هنوز ماه سپتامبر سال 2022 در روسیه دستگیر گردیده بعد بیش از یک سال پشت پنجره به سر بردنش روز 1 اکتبر سال 2023 استرداد شد. دادستان کل روسیه در یک نامه رسمی به خویشاوندان شریپوف رسما تصدیق کرده است که او را روز 1 اکتبر سال 2023 به تاجیکستان سپردند، اما مقامات تاجیکستان تا حال بازداشت و استرداد اسلدین شریپوف را یگان بار رسما شرح ندادند و به خویشاوندانش نیز آشکار نکردند که او در کجاست.